بعد از دوی قسم شدی همو تو نیست. سیفدا میخوای کجا بری؟ بگو برم. کجا ندارم که برم علی، کسی را ندارم پیشش برم. من هیچ کسی ندارم علی. اما خانواده تا داری سیفدا؟ نه من دیگه کدام خانواده هم ندارم. هیچ کسی ندارم، هیچ کسی. خیریه چی شد بگونی؟ تشویش نکن سیفدا، هیچ چیز نگفتم. مطمئن هستی؟ چی شده؟ سیفدا کجاست؟ همراه شما نامد؟ هرچی گفتم نتانستم قانش بسازم که بیایه. گفت خانه توکچه میرم. اویگار کجا میری؟ سیفدار پیشی و احمق نمیمانم. ما میاییم. علی اگه یک روز عاشق کسی شوی او وقت باز میتونی به خاطرش از کل زندگیت منصرف شوی. انسان با قلبش عاشق میشه سیفدا، اما قلب من با رفتن بچیم از این دنیا همون روز از بین رفت. من دیگه میرم. کجا؟ خانه میرم. صحیح، صبر کن، من تو را میرسانم. بریم. نیاز نیست، من خودم رفتم میتونم. علی نمیشه. اگه تا آخر عمرم پا به پای همراه بری بازم هیچ وقت رای ما یکی نمیشه. نفهمیدم. مادرت کجاست علی؟ کم پیشتر است. سیس پس بیا که بریم. با کاکایت یک وعده داده بودی اویگار؟ ما بجز از عشقم دیگه در مقابل هیچ کسی صداقت راستی رو نمیفهمم. نکو اویگار. ببین اگه یک روز واقعا سیفدار از دست بتم باز او وقت جسد ما پیدا خواهد کردن که با مرمید سر خود زده باشم. گپا فهمیدی؟ ما سیفداره پیش هیچ کسی نمیمانم.
نکویگار با هیچ کس فایده نمیرسه. که داخل خانه نشدی منتظر می باشم. نیاز نیست منتظر باشی علی. برو دیگه. شب بخیر. از تو. اویگار ما بچه یک نفر کشتم. بچه علی بود. برم گفتن که باید موترش بم بانم اما نمیفهمیدم که او طفل در موتر بالا میشه. نمیفهمیدم که او طفل خورده موتر بالا میشه. باور که خیریه. نه اینجا بوده نمیدونم. سفدا تو در اینجا چی میکنی؟ پیش تو به خاطر معذرت خواهی آمدیم. از اینجا گم شو. سفدا ببین بجز از ما دیگه کس دوست داشتن نمیتونی. مرا یک قسم نمیتونی از بین ببری. پس شو. سفدا هر قسمی که بخوایی هم قسم میشم. به خاطر تو از کل چیز منصرف میشم. با ما یک چانس بده. طرف چشمایم ببینو تا که در قلبت جای پیدا کنم. سفدا اگه ای کارا نمیتونی اجازه بده که به خاطر تو با مرم. اویگار از اینجا برو. بلیاز خدا برو. بازم به خانه و احمق لوده میری؟ سفدا اویگار حالا تعقیبش میکنیم. بازم به خانه و علی احمق میره. حالا این کارا نکن. اگه میخواست خانه و بره پس چرا ازش جدا شد؟ سایس امیال تعقیبش کن. برو در پیش خانه علی منتظرش باش. اگه در اونجا رفت با خبر باشیم. حالا زود شو. سایس ای چرا خانده میکنم؟ برو گم شو. آیستا بخورین. بجوین. تیز خوردن به معده ضرر میرسانه. من یک گپ از یک جای شنیده بودم. به نظرتان از کجا شنیده؟ چی میگه؟ حتما دیوانه شده دقیقش نشو. حالا در یادم نمیایه. دقیقش نشین. وقتی در یادم آمد باز براتان میگم. کومت مثل توپ شده. کومت پوندیده توپ فوتبال واره. اگه در دو کومت بانی باز مثل جال باسکتبال میشی. ببین من رلات میکنم. ای آدم اعصاب ما خراب میکنه. کومت تو هم مثل توپ فوتبال شده. اگه کومردی تانی یک جای شوه مثل جال باسکتبال میشه.
ایلا چی میگه بیادر؟ ای دیوانه چطور دایی وقت لاد بلو شده کمایتون بیخی تو پارز تو پارسته تو پارسته تو فوتبال واره تو پاره چاق چاق شدن کلولک گل پی واره استاچو لاودا حیرت هست بچه تو لودکی را توپ میگی ها؟ حال تو را توپ ساخته کتت بازی میکنه گفتم استاچو لاودا کیرم میگم استاچو بچه لاودا چی شده بیادر شما چرا مرا میزنین ما با شما چی گفتیم ما دقیقتان چی کردیم بچه میانه نمیفهمی که چی کردی حالا مرا چرا لط میکنین قربانتان شم ببینین صبر کنین این کارا نکنین گفتم صبر کنین حالا آدم شدی الله بینی ما شکستاندی الله براشم گفتم نظر بینی ما شکستاندی گفتم صبر کنین نکردن صبر گفتم صبر نکردن تغرل پدر مستم سیفتا دخترم خیرت باشه بجز از شما دیگه کس نبود که پیشش برم داخل آمدم میتونم خوش آمدی دخترم بیا تغرل پدر بچه علی چی قصه مرد؟ حالا دیگه ای گپ از کجا شد دخترم هیچ دربارش میخوایم کل چیز بفهمم بگوین دیگه نه لطفا دخترم علی دو وقت به دولت کار میکرد باز ده کار یک تعداد از قاچاق برای اسلحه هم مثل آتش غرض گرفت اونا تصمیم گرفتن تا علی را از بین ببرن اگر خانواده تا دوست داشته باشی باز اشتباه نمیکنی دموترش بمبه جاسازی کردن دموت است که دموتر علی نه بلکه بچهش بالا شد وقتی دست دیگه علی انتقام سخت گرفت کسایی که بچهش از بین برده بودن کلشان را نابود کرد بعدن او همه ای کارا را ترک کرد توبه کرد تمام وقت خدا به پیدا کردن بیادر خود تلف کرد پدر کی کار ده حقیقت کرده پدر کی بعدن تو در مقابلش آمدی تمام وجود علی قلبش روحش پر از زخم و درد است دخترم شاید که تو را خوب ساخته بودنی تغرل پدر علی توبه کرده بود نه؟ بله دخترم به نظر شما توبه خود شکستانده میتونه؟ نمیش کنن اگه علی یک بار تصمیم بگیره بزرگ حتما بجا میکنه یعنی هرچی که شوه بازم نمیشکنه نه؟ بزرگترین حساب زندگی علی همراه کسی بود که بچه‌ش کشته بود دخترم او حسابه به همش بسته کرد شاید اگه بسته نمیکرد باز نمیفهمیدم که توبه علی مانع شده میتونست یا نه تو چرا ای همه را از ما پرسان کردی؟ هیچ فقط میخواستم او را بیشتر بشناسم همقه گپی نبود دخترم تو نمیخوای دردت به ما بگویی ها؟
یگان در تا گفتنمشان تقرال پدر. قلب انسان قسم میسوزانه که حس میکنی با کپ زدن تمام دنیا را آتش زده خاکستر میکنی. سفدا دخترم، درد تن نمیگی. نمیفهمم آتش قلبت چقدر است، اما با گذشت زمان خاموش میشه انشالله. تو علی را ببین، بچه خدا از دست داد. در اصل آتش قلب او خاموش نمیشه. حق به جانب استین. مادر ماما حق به جانب است. هیچ کس نمیتونه با تقدیر مقابله کنه. تقدیر به زور تغییر نمیکنه، چون ما دیگه چاره ای هم ندادیم. همراه علی هم تو همینجا بود. شب بخیر تقرال پدر. خواه میکنی دخترم؟ بله تقرال پدر. از شما یک خواهش میتونم، لطفاً به کسی نگوین که اینجا هستم، درست است؟ من تو را بسیار دوست دارم. تو یک چیز متفاوت است. چه قسم یک چیز؟ چیزی که در وجود دیگران نیست. خوب است یا بد؟ البته که خوب است جانم. همیشه درباره تو فکر میکنم. هر جایی که تو نباشی هر طرف عجیب میباشه، بسیار عجیب. همیشه میخوایم پیش تو باشم، میخوایم از تو بشنم. تو هم مرا دوست داری یعنی؟ گارده اینجا مشکل نیست. این آدم تنها ده اینجا می باشه. حالا هم از اینجا برآمد رفت. خب درست است. خیلی دیگه ضرور نیست که در اونجا منتظر باشی. دویگو بیبی ما و پدرت. دویگو جانم، دختر مقبولمه.
بیبی ما وقت تو رای قسم میبینم باز قهر میشم. دیگه به خاطر او آدم قدر جگر خونی نکن لطفاً. مادر لطفاً. اما عاشقی گپا نیستم دویگو. چرا ما همیشه درباره یک موضوع گپ میزنیم؟ به خاطر چی بگونی دخترم؟ به خاطر که تو مرا درک کرده نمیتونی. نه خیر، کاملا برعکس. در اصل به خاطر است که من تو را درک میکنم. اما فقط میخوایم تو بسیار زیاد خوش باشی دخترم. میخوایم خوشبخت شوی. مادر اگه واقعا ما تو یک چیز میخوایی بان که خودم تصمیم بگیرم که چه قسم خوش بوده میتونم. اما او پدرت با نظر تو در قدر سالا زندگی ما را چه قسم پیش میبریم؟ ها؟ اگه پدرت مرا قدر دوست نمی داشت با نظر تو من پیش برده میتونستم؟ از همین خاطر باید همراهی کسی باشی که دوستت داشته باشه. کسی که تو را دوست داشته باشه تو را خنده میده. کسی که دوستت نداشته باشه قسم گریه میدید. با او خاطر هر قدر زودتر که قبول کنی اما قدر زودتر فراموش کرده میتونی. درست است؟ مادر من نمیخوایم درباره این موضوع کتت گپ بزنم. به خاطر چی آمده بودی؟ بگو برم. ما و پدرت با هم فکر کردیم. یک دوست تو بود که او وکیل بود. یک قسم ماه عجیب سرخ داشت. نامش چی بود؟ آیفر. آیفر. گفتم که با او زنگ بزنیم، یعنی به خاطر آقا پیلوت همراهش گپ بزنیم. میشه همراه ما کمک کده بتنه. درست است مادر، زنگ میزنم. خوب فکر کردین. در او صورت خیلی درست است. دختر هوشیار من. چی شبه بود؟ دویگاه چطور بود؟ خوب است. اگه ازلی امید خود قطع کنه باز بهتر میشه. میگن در هر شهر یه خیر نهفته است. دید که پیلوت به خاطر او چی کارهایی کرد. کارهایی که در خانه علی شد او رام دیدیم. بسیار خوب شد، بسیار خوب. اما به نظر من تو کم زیاد سر او فشار میاری. یک قسم نمیشه. نه جانم، ما خو هیچ چیز نگفتیم. یعنی مادر دختر با هم بسیار خوب گپ زدیم. اما فقط گفتم امرای کسی باش که دوستت داشته باشه. گفتم قسم زیاد خوش بوده میتونی. همه قسم چیزا دیگه. یک چیز دیگه با او دوست وکیل خودم زنگ میزنه اما موی سرخک. میرال تو که قسم نصیحت های بزرگ میکنی نه؟ مرا با تشویش ساختی. تو خوش هستی؟ حالا دیگه چی ما نمیتونه نفهمیدم. بسیار یک سوال ساده پرسان کردم. ما تو را دوست دارم. با وجودی همیشه من پرگویی تو را میشنوم، اما تو هیچ کس را دوست نداری، هیچ چیز را خوش نداری. واقعا بابا را دوم میخوایم که پرسان کنم. تو خوش هستی؟ های باندیگالی هنده ای وقت شو. ایگه پا دیگه از کجا شد؟ چرا ما کسی را خوش نداشته باشم جانم؟ یعنی حالا دیگه
شبت بخیر. علی بچیم تو هستی؟ علی؟ خوش آمدی علی جان. خوش باشی تغرل پدر. خب بگو بچیم چی تو را دیگه وقت شب اینجا آورده؟ سیفدا تغرل پدر، سیفدا. درباره سیفدا دخترم گپ میزنی یا هم کدام کسی قلبت آتش زده؟ و یا نه که هر دوش یکی است؟ او قسم نیست تغرل پدر. وضعیت سیفدا زیاد خراب است و این دفعه برش هیچ کمکی کردن نمیتونم. یگان وقت میخواه که امرایم گپ بزنه اما بعدا منصرف میشه نمیگه. ذهن مرا مخشوش میسازه. فکر کنم خانوادهشان به خاطر مزیاد سرش فشار میاره. امکان داره به خاطر بیادرش سرش فشار میارن. شاید دختر بیچاره دبین مانده باشه. بله البته اما کم مانده. همراه اونام گپ میزنم. اونام خواد فهمیدن که من بیگناه هستم. به خاطر سیفدایی کارم میکنم. دستل خو خانوادهش درک کردن نمیتونم. اونای قسم اولادای خود از دست خواد دادن. آسان خو نیست. درد اولاد بسیار سخت است. تو هنوز کسی را که بیادر سیفدا دختر ما زده پیدا نکردی؟ دستل خو نام و جایش پیدا کردم. سبا میرم میبینمش و امرایش واضح گپ میزنم. چرا ای کار امرایم کرده؟ درباره توپ برفی از کجا خبر شده؟ کل چیز خواد فهمیدم. شاید هم آدم واقعا بیادرت بشناسه بچی. از بیادرت فهمیده باشه. البته امکان داره. حالا یک امید دارم تغرل پدر. سیفدا موبایل خود در خانه ما فراموش کرده بود. چند دقیقه پیش به خانهشان رفتم تغرل پدر که موبایلش پس بدم. اما در خانه نبود. به تشویش شدم. دفعه پیش وقتی قسم شده بود باز خدا در جنجال انداخته بود. بسیار جگرخون میشم تغرل پدر. تو دلت جمع بگی بچی. سیفدا یک دختر هوشیار است. یک جای امن، جایی که برش خوب باشه را حتما پیدا میکنه. در او صورت خیلی موبایلش پیش شما میمونم تغرل پدر. اگه اینجا آمد باز شما برش بتین. خب دیگه من میرم تغرل پدر. در پناه خداوند باشین. نه تو هم بچی. تو هنوز خواه نشدی دخترم؟ خواه کردن نتونستم تغرل پدر. وقت صدای علی را شنیدم باز آمدم. به خاطری که برش نگفتین اینجا هستم بسیار تشکر. من برش نگفتم اما او خودش فهمید. گفتین فهمید؟ چه قسم فهمید پدر؟ اگه نمی فهمید باز موبایلت اینجا نمی ماند.
بخیر آزاد شوی. زنده باشی. بخیر آزاد شوی بیادر. زنده باشی. حالا دیگه بخیر آزاد شوی. زنده باشی تو هم. طالات پیلوت بخیر آزاد شوی. خیرات باشه بیادر. تو زنده بودی و آدم؟ ما تو رو مرده فکر کرده بودیم. قسمت است دیگه. کسی را که خدا نکشه نمیمره. اما کلگی مردن بیشرف. کلگی مردن. هر کسی که پیش ارنیکو بودن کلشان مردن. فقط تو نمردی. اما به خاطر تو خوش شدم. بعد رقم خوشتالی برآمدی. از چی وقت تا بالد زندان هستی؟ 5 سال شده. از مرگ ارنیکو 5 سال تیر شده بچه، میفهمی؟ بله. تو چرا زندانی شدی؟ وقتی امرای ارنیکو تمام دوستای ما از بین رفتن. باز ما به کسو به کوی شدم. ما خوب بودیم نه لعنتی. ما بودم ویداتون بود. ما خو نمیفهمیدم پیلوت. رفتم خدا به پلیس تسلیم کردم. به خاطر که ترسیدی. به خاطر که ترسیدی بچه. کسی که ارنیکو را کشت ترسیدی که تو رام بکشه. از او خاطر اینجا آمدی خود زندانی ساختی ها؟ بیبی هیچ چیز قسمی که تو فکر میکنی نیست. چی قسمی که من فکر میکنم نیست بچه؟ گفتن نمیتونم پیلوت. اول تو خو بیا بیشی در جایت برو. میمو بچم با پیلوت بیا درت یک گلاس چای بیار. کلگی امرایش بودن. کلگی پیش ارنیکو بودن. تو هم اونجا بودی. بیشرف احمق. نیک تو ارنیکو رو فروخت. بیشرف خائن. گپ بزن. آب بچه ما فقط با هم گپ میزدیم. ما قسم برا بیا. اگه میخوایی گپ بزنی باز آدمواری امرای طالات بیادر ما گپ بزن. طالات زیادم تنها نبودی بچه. در اینجا به اندازه کافی در گردت سگار جمع کردی.
زنده موندی؟ تو چطور زنده موندی؟ تو باید از بین بری. تو باید از بین بری. جنجال کردن عباس کنه این دیگه چی میکنه؟ طالات بیبی کلتانه دستولول انفرادی مندازم خبر باشن. کلتانه شنیدین یا نه؟ خیرت باشه هنوز نو آمدی وقت جنگ کردی؟ نه کاری نکردیم. او بچه طالات بگو نه بچم، بگو که چیزی نیست. بگو نه که چیزی نیست. بگو برشان که چیزی نیست. چی میکنی؟ احمق ننستی بگو. این طرف بیا. دور از بین میبرم. برو اینا ببرین در طول انفرادی. او پدر من بود. لعنتی تو پدر مرا کشتی. دور از زنده نمیمانم. بیادر یادم کی است؟ از تو چی میخوایم؟ یک موضوع سبق از جهانگیر. اما بیبی ای آدم تا وقتی که چیزی را نشنوه هرگز ازش منصرف نمیشه. چی را میخوای بشنو بیادر؟ خاموش دیگر راز است و تو هم گفته نمیتونم. حالتش خود دیدی دیگه. یک آدم روانی است. او منصرف نمیشه اما ما باید او را از این کار منصرف بسازیم. همین که دوباره اینجا بیایا باز برش درس میتم. همین خوی ترخو بسیار خوش دارم. عملی فکر میکنی. زنده باشی بیادر. شاید خبر نداشته باشی سمیم. اگر در زندگی کسی بخواه مرا تهدید کنه باز و روز آخرین روز زندگیش خواد بود. فهمیده باشی. ما تهدید نکردیم آقا کرد. از طرف ما یک پیشنهاد عاجزانه بود. صداقت ما برات پیشنهاد کردم و همچنان فراموش کردن ارتباط تو با قاتل بچه علی را. گوش کو چی میگم. اگر کسی بخواه که تو را از بین ببره تا وقت که اجلت نرسه هیچ کس را از بین برده نمیتونه. ای خوبی تا هیچ وقت فراموش نمیکنم آقا کرد تا وقت زنده باشم. بغیر از صداقت از من هیچ چیز دیگه نخواد دیدی. چه قسمی کارم میکنی؟ چه قسم مانع علی میشی؟ در چهار طرف علی دام ماندیم. آزاد چکر زده میتونه اما از خیالات سابقه دیگه چیز را به دست نخواد آورد. آقا کرد این کار چطور خواد شد؟ نفر را که علی بسیار وقت دفن کرده بود از قبر کشیدم. کل چیزا را او حل خواد کرد. به شما هیچ وقت رسیده نمیتونه. کی را کار داشتین؟ چاندم اینجاست. کتش چی کار داری؟ از بین میبرمش. تو کی را از بین میبری احمق؟
مرا میپولی علی. از بنده چی میخوایی؟ مرا قلب جگر خون کرده بودی، کار بارم آتش زدی، نزدیکترین دوستای ما از بین بردی تو. هنوزم کفایت نکرد ملا. قسمه که میبینی ما یک آدم بد شده میگم از خاطر تو هست. بگو چی را بگویم ملا؟ درباره چی گپ بزنم؟ جان بیبی مزی کارا توبه کردیم، اما تو باقی ماندی دورانی هستی که توبه نکرده بودم. یعنی قسمی که فهمیدی تو شامل توبه من نیست. درباره چی گپ میزنی؟ من نفهمیدم ملا. چند خبات خاموشان از اینجا بیرون مبرایم. قسمت بعدی و تو هم صدای تن نمیکشی. از رایی که علی تیر میشه حتی سایه تام تیر نشه. زود شدم موتر بالا شو. مجبور هستی بالا شوی. ایلای که بزور مرا بالا میکنی.